فروسیلیس از معروف‌ترین فروالیاژهای کاربردی در صنعت ایران. فروسیلیس کاربردهای بسیار زیادی در صنعت دارد که بیشترین حجم استفاده فروسیلیس در صنعت ریخته‌گری و فولاد است. این فروالیاژ معمولاً در خلوص متفاوتی تولید می‌شود. فروسیلیس از ترکیب آهن و سیلیسیوم به همراه مقادیری مواد افزودنی مثل کربن و آلومینیوم و چند عنصر بسیار محدود دیگر مثل فسفر تولید می شود. اگر به دنبال خرید فروسیلیس هستید و دانش مورد نیاز و تجربه کافی را ندارید، میتونید از مقاله‌های تجارتگرام کمک بگیرید و یا با تیم پشتیبانی تجارتگرام برای دریافت مشاوره و قیمت روز فروسیلیس در ارتباط باشید. فرایند تولید فروسیلیس: مواد اولیه با دانه‌بندی مشخص بعد از یک دست شدن با هم توسط لوله‌های باردهی به طور مداوم به داخل کوره شارژ می‌شوند. پس از گذشت زمان معینی که با توجه به توان و جریان الکتریکی مصرفی کوره است، بین 2 تا 4 ساعت فلز تولید شده از مجراهای تخلیه کوره به داخل پاتیل هدایت می‌شود و به مسیرهای بعدی که ریخته‌گری است انتقال می‌یابند. کوره‌های قوس الکتریکی تولید فروالیاژ از نظر الکتریکی تقریباً مشابه کوره‌های فولادسازی میباشند، ولی از نظر ابعاد و طراحی شکل کوره تفاوت‌های زیادی با این نوع کوره‌ها دارند. به طور خلاصه میتوان گفت که از ترکیب آهن و سیلیسیوم از طریق حرارت دادن، احیا و ذوب در کوره‌های قوس الکتریکی فروسیلیس تولید می‌شود. آنالیز مواد فروسیلیس: بیشترین خرید فروسیلیس در بازار به سیلیس در مقادیر بیشتر از 75 تا 90% تعلق داره و معمولاً آلیاژهایی که از آلومینیوم بیشتر بین 0.5 تا 2.5% و کربن در کمترین مقدار ممکن استفاده کنند، مشتریان بیشتری دارند. یعنی هرچه مواد تشکیل دهنده با کیفیت تر باشد، باعث افزایش قیمت تمام شده محصول خواهد شد. این موارد فروسیلیس را به 4 گرید اصلی تقسیم می‌کنند. گرید اول استاندارد با آلومینیوم 2%، گرید دوم با آلومینیوم کم، گرید سوم با کربن کم و گرید چهارم خلوص بالا که حاوی مقادیری تیتانیوم است. دانه‌بندی فروسیلیس: به طور کلی دانه‌بندی فروسیلیس شامل فروسیلیس صرف 1 یا همان پودر فروسیلیس، فروسیلیس صرف 3، فروسیلیس 310، فروسیلیس 1060 و فروسیلیس 60-120 می باشد. هرچه دانه‌بندی فروسیلیس الک دقیق تری داشته باشد، قیمت بالاتری خواهد داشت. کارخانه‌های تولید فروسیلیس: پیش از احداث و تأسیس کارخانجات داخلی، فروسیلیس مورد نیاز بازار از طریق شرکت‌های تولید کننده خارجی تامین می‌شد. اما امروز خوشبختانه کارخانجات متعدد و مطرحی در بازار داخلی هستند که در این حوزه به صورت جدی فعالیت می‌کنند و درصد زیادی از تولیدات خود را به صورت مستقیم به بازار تزریق می‌کنند. فروسیلیس در شهرهایی مثل سمنان، دامغان، اصفهان، خراسان و دیگر شهرها تولید می‌شود و به نام کارخانه‌ها و شهرهای خود معروف هستند. برخی از معروف‌ترین آنها عبارتند از فروسیلیس ایران، فروالیاژ ایران، ازنا، خمین، دامغان، اصفهان، اشتهار، آذرخش، همدان و اندیمشک. هرچه برند تولید کننده در بازار مطرح و قابل اطمینان باشد، به دلیل تقاضای بالای محصولش در بازار قیمت فروش بالاتری خواهد داشت. قیمت فروسیلیس صادراتی به دلیل سیاست‌های خاصی که برای رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته شدند، تفاوت‌هایی با قیمت محصولات داخلی دارد. برای مشاهده اطلاعات بیشتر و دریافت قیمت فروسیلیس، سایت و مقالات تجارتگرام را دنبال کنید.